کارل یونگ میگه نقاب چیزیه که ما جلوی دیگران میزنیم. چرا ما این کارو میکنیم؟ به خاطر اینکه میخوایم پذیرفته بشیم. اگر که دوست داری کمکت بکنم که نقاب ها سایه هات رو بتونی بذاری کنار و خود واقعیت باشی، همراه من تا آخر ویدیو. کارل یونگ در مورد نقاب ها میگه که نقاب چیزی که ما جلوی دیگران قرارش میدیم، در واقع اون رفتاریه که رفتار واقعی خودمون رو نشون نمیدیم جلو بقیه، به خاطر اینکه احساس میکنیم در نگاه اونا بی‌ارزشیم یا مهم نیستیم و میخوایم یک جوری خودمون رو مخفی کنیم در واقع و شروع میکنیم به نقاب گذاشتن. حالا تا یه حدودیش چون میخوایم تو جامعه زندگی بکنیم چیز بدی نیست، اما اون موقعی بده که این نقاب ها تبدیل بشه به هویت ما و هویت واقعی ما رو تشکیل بده. حالا این نقاب ها چجوری برای ما ایجاد میشن؟ چجوریه که این نقاب ها به وجود میان؟ اون برچسب هایی که ما بچگی تا به الان که بزرگ شدیم برای ما تکرار شده و مثلا بزرگترامون تو مدرسه، دوستامون، رفیقامون خیلی برای ما تکرارش کردن و برای ما برچسب گذاشتن. مثلا برای ما گذاشتن که حتی مثلا یه برچسبی که خوب باشه، واژه بدی نیست، مثلا میگه که تو خیلی قوی، تو خیلی همیشه تو زندگی قوی. وقتی تو این برچسب قوی بودن رو باور میکنی، این باعث میشه که ته ذهنت بگی که یه جایی که بابا ضعیفی، واقعا نیاز به کمک داری، واقعا حالت بده، این برچسب نمیگذاره که بری از کسی کمک بگیری، به خاطر اینکه همیشه به تو گفتن تو قوی و تو نقاب قوی بودن روی خودت میگذاری و یه سایه برای تو ایجاد شده و تو خودت رو مخفی داری میکنی، خود واقعیت رو داری مخفی میکنی و اجازه نمیده که خودت رو ابراز بکنی، به خاطر اینکه میترسی تو نگاه بقیه بد باشی، نپذیرنت، پذیرش تو رو نداشته باشن، بگن این چقدر آدم ضعیفیه، چقدر مثلا ترسوه و از این چیزا میترسی، به خاطر اینکه تو مثلا همیشه شنیدی تو خیلی قوی، تو همیشه خیلی خوب عمل میکنی، تو این مدلی هست. ولی ما میخوایم این نقاب ها رو برداریم، میخوایم خود واقعیمون باشیم. چرا که اگر ما نقاب ها سایه هامون رو بتونیم کنار بگذاریم، میتونیم آزاد زندگی کنیم و آزادی بسیار لذت بخشه. در مورد نقاب ها توی کتاب های کارل یونگ خیلی خوب توضیح داده، اما من خودم به شخص کتاب نیمه تاریک وجود از لوئیس هی رو باهاش سایه هامو تونستم تا یه حد خیلی زیادیش رو برطرف بکنم و تمرین‌هاش رو انجام بدم، چون که سایه های درون، اونم با لفظ سایه های درون به کارش میبره لوئیس هی و واقعا احساس آزادی میده، واقعا احساس آزادی میده اگر که شما یاد بگیرید که خود واقعیتون باشید و خود واقعیتون رو ابراز بکنید بدون اینکه، چون ببین وقتی که خودم آدم یاد میگیره که خود واقعیش باشه، من اگر واقعا یه جایی از یه چیزی بترسم خودم رو ابراز میکنم که من ترسیدم. اگر که احساس بدی بهم دست بده از مثلا توی موضوع، خودم رو ابراز میکنم که اینجا این چیز به من احساس خوبی نداد، یا احساس تحقیر شدن بهم دست داده، یا احساس مهم نبودن بهم دست داده، مثلا با رفتاری که حالا اطرافیان با آدم مثلا انجام میدن. اینا همش مثاله، ولی میگم وقتی خود واقعیت باشی میتونی به راحتی احساساتت رو ابراز کنی. اما اگر که تو پر از سایه و نقاب باشی، خود واقعیت رو نمیتونی ابراز کنی و همیشه از درون حالت بده و این که حالت بده یعنی که یه نشونش همینه
نشونه این که تو یه جایی میخواستی خودت رو ابراز بکنی، دلت میخواسته مثلا از ترسات حرف بزنی، از ضعفت حرف بزنی، اما جرأتش رو پیدا نکردی، این نشون میده که تو یه نقابی رو صورتته، یه سایه‌ای داری. و اینو میخوام بهت بگم، این مثال رو زدم که آگاه بشی بهش. اگر که احساس خوبی توی لحظه‌ای توی جمعی نتونستی خودت رو ابراز بکنی، بدون که پشت سایه‌ای هستی، یک نقابی، پشت یک نقابی قرار گرفتی و اونجا به خودت آگاه شو و فکر کن ببین الان دلت میخواسته چه رفتاری از خودت نشون بدی و دقیقاً اون احساس رو بنویس. اون احساس رو بنویس که من دلم میخواست این مدلی رفتار کنم ولی ترسیدم. دیگه تو نوشتن که کسی نمیبینه که این نوشتن اینجا کمکت میکنه که به خودت آگاه تر بشی و سایه‌هاتا سریعتر اول از همه تشخیص بدی و مرحله تشخیص دادن خیلی بعد راحت تر کمکتون میکنه که با تمرینا بتونید این رو کنار بگذارید و خود واقعیتون باشید و انگار آزاد بشید. دارم بپرس از خودت که از چی میترسم؟ از چی میترسم که این نقابو گذاشتم؟ آیا از طرد شدن میترسی که طردت کنن، مسخرت کنن، قضاوتت کنن اطرافیا؟ اینجا این ریشه ها رو میتونی توی ترسات خیلی خوب پیداشون کنی که مثلا از یه چیزی ترسیدی و یه نقاب متفاوت گذاشتی، مثلا حالا نقاب قوی بودن گذاشتی یا نقاب اینکه حتی مخفی کاری شروع میکنی به مخفی کاری کردن، شروع میکنی که اگر تو من این ترسمو کنار بذارم ممکنه اینو منو مسخره کنم، ممکنه منو دست بندازن. اینجاست که میتونی ریشه نقاب ها رو پیدا کنی و برای خودت یاد داشتش کنی. حالا ما میخوام یاد بگیریم که این نقاب ها رو چجوری کنار بگذاریم. مرحله اولش همینه که وقتی بهش آگاه شدی که تو نتونستی ترس خودت رو بیان بکنی یا نتونستی خودت رو دقیق احساساتت رو بیان بکنی، اونجا بنویسی و به خودت صادق باشی. تو کتاب 4 میثاق یکی از کلیدهایی که به کار میبره دون میگوئل رویز کتاب 4 میثاق میگه که با خودت صادق باش و یکی از کلیدهایی که واقعا با خودمون صادق باش، چون که صداقت، اگر که تو بتونی با خودت صادق باشی و این رو یاد بگیری زندگیش کنی، که من خیلی تمرینش میکنم، خیلی، شاید به لفظ و زبون آسونه ولی خیلی سخته، که تو با خودت صادق باشی که من الان تو این لحظه همچین حسی بهم دست داد و همچین حسی که بهم دست داد خودت رو ابراز بکنی به اطرافیات و خودت رو بگی من الان از این حرفی که شنیدم یا از این رفتاری که دیدم اصلا حس خوبی نگرفتم و مثلا هر حسی که تو اون لحظه به دست داد رو به طرف مقابلت در کمال آرامش و در اون کمال ادب بهش بگی من حس خوبی نگرفتم از این رفتار، احساس کردم مثلا داری به من دروغ میگی. احساس خودت رو بیان بکنی. اینجا مهمه که احساس خودت رو بیان بکنی و خیلی مهمتر از اونه که برای طرف مقابلت شفافش بکنی که اونم دچار سوء تفاهم نشه، ولی خودت رو ابراز کن، احساساتت رو ابراز کن با یه لحن خیلی ملایم و صادقانه و حتی اگه نتونستی این کارو بکنی برای خودت اول این کارو بکن که من اینجا وقتی که مثلا عصبانی شدم، خشمگین شدم، بشینی فکر کنی که چرا تو خشمگین شدی، چرا عصبانی شدی و چرا این واکنش رو از خودت نشون دادی، مثلا واکنش عصبانیت از خودت نشون دادی. اونجا میتونی صادقانه احساست رو بنویسی. اول داری با خودت روبرو میشی، این مهمه که با خودت روبرو بشی و صادق باشی. اگر تونستی تو این مرحله صادق باشی خب و صداقت با خودت داشته باشی، مرحله بعدی اینه که بپذیریش. مرحله بعدی پذیرشه و تنها با صداقت و پذیرشه که نقاب ها و سایه ها کنار میرن و تو آزاد میشی. پذیرشه این که هر احساسی
ببین وقتی میگم هر احساسی، منظورم اینه که ما انسان ها همه نوع احساسی رو تجربه میکنیم، از بدترین احساسات بگیر تا بهترین احساسات. بدترین احساسات مثلا ببین تو ذهن خودت مثلا شاید اینقدر عصبانی میشی که دلت بخواد طرف خفه کنی، این یه نوع احساسات دیگه. میخوام بهت بگم که صادقانه با خودت روبرو شو. هر احساس، بدترین احساساتی که بهت دست میده تا بهترین احساسات، که حتی بهترین احساساتی که وای اینقدر لذت برده بودم مثلا از اون فضای، از اون فرد که دلم میخواست مثلا برم بوسش کنم. میدونی چی میگم؟ امیدوارم که اینو درکش کنین منظورم چی از ابراز احساسات به خودت. نیازی نیست این احساسات رو بخواین به کسی ابراز بکنین. اولین مرحله باید به خودتون ابرازش بکنین. اولین مرحله باید به خودت بگی که چه احساسی داشتی تو اون لحظه و با خودت روبرو بشی. ما کاری به بیرون نداریم، ما کاری به درونمون داریم که دوست دارم چه احساساتی رو الان دارم تجربه میکنم و همون احساسات رو بنویسم و بپذیرم و صادقانه باش روبرو بشم. و این حتی هر روز اگر اینو تمرین بکنین کوچولو کوچولو، آگاه ترتون میکنه نسبت به رفتار خودتون، آگاه ترتون میکنه نسبت به اون چیزی که اون شخصیتی که دارین، به شناخت خودتون کمک میکنه. پس این یه مرحله که اول با خودتون صادق باشین و بپذیرید احساساتتون هر چی که میخواد باشه، هر چی که میخواد باشه، چه بد چه خوب، اون احساسات رو با خودت صادق باش و بپذیرش. و بعد از این میتونی چیکار کنی؟ وقتی که پذیرفتی که چه احساساتی رو تجربه کردی، میتونی در جمع خودمونی، توی جمع خودمون که هستی، شروع کنی کوچولو کوچولو خودت رو ابراز کردن. یعنی خودت رو خود واقعی باش. یعنی دیگه نگو که وای الان اینو چه فکری میکنن، قضاوت میکنن، الان اینو مسخره میکنن اگه من حرف بزنم مثلا اینو حسمو بگم. یا مثلا ببین حتی واکنش بقیه مهم نیست. بقیه بذار اصلا هر کاری میخوان بکنن، بذار تو رو دست بندازن، بذار بخندن از نظری که میدی. میدونی چرا؟ چون این کتاب 4 میثاقی که میگم تو این زمینه خیلی کمکتون کنه. کتاب 4 میثاقی یکی از کلیدواژه هاشینه که میگه هیچ چیزی رو به خودتون نگیرین، هیچ چیزی رو، حتی اگه مستقیم طرف با شماست و داره مخاطب شمایی و داره به شما میگه که مثلا فلانی چقدر حرفت خنده دار بود، هر بخنده، هیچ چیزی رو به خودت نگیر. این خیلی سخته، من هنوز نتونستم خودم موفق شم. من خیلی اینو تمرین میکنم که هیچ چیزی رو به خودم نگیرم. شاید اگه بخوام از 1 تا 10 بگم، من وضعیتم تو این گزینه 2 بوده، الان میتونم بگم به 6 رسیدم. هنوز 10 نشده ولی بازم دارم تمرینش میکنم. میگم اصلا این کتابایی که من دارم بهتون میگم، مثلا سایه های نیمه تاریک وجود لوئیس هی، کتاب نقاب از کارل یونگ و 4 میثاق که بخونین خیلی به شناخت خودتون کمک میکنه. اما خیلی تمریناش در این حال که میخونی و میفهمی و خیلی لذت میبری وقتی میشنویش و آگاه میشی به خودت، انگار یه مرحله میای بالا و آگاه میشی، ولی تمرین کردنش درد داره، خیلی درد داره. ولی اگه تمرین کنی و با دردش روبرو بشی و بپذیری، خیلی لذت بخشه، خیلی. و قشنگ احساس آزادی میکنی که آزاد شدی، رها شدی. انگار تو این نمیدونم، ولی یه حس خیلی درونی، خیلی حس بالایی داره، خیلی حس بالایی داره، حس آزادی. چون خود واقعی تو ابراز میکنی و خودت میشی. وقتی خودت میشی، بعد تازه میفهمی که چی دوست داری، میفهمی که دوست داری چیا رو تو زندگی تجربه کنی. دلت میخواد که مثلا بری چه کارایی انجام بدی، دوست داری اصلا این زندگی چه مدلی برات پیش بره. بس این خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی کمکتون میکنه تو شناخت خودتون.
و پس قرار شد تو جمع خودمونی سعی کنی یه کوچولو نظر خودت رو بگی، فارغ از این که بقیه چه نظری اصلا به این گزینه فکر نکن که بقیه چه فکری در موردت میکنن و حتی اگه نظرشون هم گفتن از این گوش بشنو از این گوش در کن، مهم نیست، چون اونا نظر شخصی خودشون از دنیای خودشون میگن و اصلا مهم نیست که در مورد تو چه نظری دارن. مهم خودتی که چه نظری داری در مورد خودت و الان میخوای نقاب آزادیاتو برطرف بکنی که آزاد زندگی کنی. و یه جایی بعد از این میتونی تمرین کنی که به جای اینکه من باید کامل باشم، من نباید خطایی ازم سر بزنه، من نباید اشتباهی بکنم، کامل نباش، آسیب پذیر باش. آسیب پذیر باش. چرا؟ چون میتونه به من کمک کرده، شاید به تو هم کمک کنه. اینکه همه آدما همه نوع احساسی رو تجربه میکنن، همه نوع احساسی رو درونشون دارن، همه نوع احساسی رو. ببین همه آدما احساس گذشت دارن، احساس حسادت دارن، احساس تنفر بهشون دست میده، احساس شادی، خشم، هر احساسی که بگی به آدم تو درونشون هست و بهشون هم دست داده. یعنی اگر که یکی از چیزهای دیگه که میتونه تو سایه ها کمکت کنه، چون مبحث سایه ها خیلی عمیقه و بهتون توصیه میکنم که اصلا دوره‌های آموزشی رو برید ببینید، دوره‌های آموزشی که جایی که معتبره برید پیدا کنید و یه دوره کامل بگذرونید، کارگاه محور. ولی این نکاتی که گفتم الان اگر که رعایت بکنین، همین تمرین‌ها رو اگه رعایت بکنین، خیلی میتونه کمکتون کنه، خیلی میتونه به شناخت خودتون کمک کنه و آگاهتون میکنه. و دوره سایه ها باعث میشه که واقعا اگر که رو خودتون کار کنین آزاد بشین. و یه تمرین خیلی 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 عالی که من ویدیوش رو درست کردم توی کانالم هست، تمرین EFT. از طریق EFT میتونید هر یه دونه سایه‌ای که تشخیص دادید، الان حتی اگه دورم نمیخواین برین یا شرایطش رو ندارین، هر یه دونه سایه‌ای که تشخیص دادی که تو این گزینه داری خودت رو مخفی میکنی، مثلا شاید تو زندگیت اونی که مثلا داری مخفیش میکنی، مثلا میگی که وای من اصلا آدم حسودی نیستم، چقدر اون حسوده. هر صفتی که تو داری تو طرف مقابلت میبینی و میگی من نیستم اون هست، داری فرافکنی میکنی و این سایه توه. مطمئن باش که درون تو هست و بگرد یه جایی ببین همون جایی که خیلی ریز به تو این حس دست داده، با خودت، چون قراره که صادقانه با خودت برخورد کنی. اگه صادقانه برخورد نکنی نمیتونی نقاب و سایه‌ات رو تشخیص بدی. پس اگه صادقانه با خودت برخورد کنی و آگاهانه برخورد بکنی، متوجه میشی که تمام احساساتی که داری به بیرون از خودت، این انگشت اشارت سمت بیرونه که طرف مقابل این مدلی من نیستم، خودت جزء سایه‌ات و داری مخفی کاریش میکنی، فرافکنیش میکنی، انکارش میکنی در واقع. و همون رو با تکنیک EFT میتونی، اون لینکش رو میذارم اینجا، ببینش EFT رو تک به تک این سایه‌ات میتونی برطرف کنی، تک به تکش. و احساس آزادی تجربه کنی. خیلی احساس شیرینیه، بسیار احساس شیرینیه تو زندگی. احساس خود بودن، احساس اینکه تو چی دوست داری تو این زندگی که اومدی تو این دنیا، و بسیار لذت بخش. اگر که دوست داری که در مورد شناخت خودت بیشتر یاد بگیری، کانال منو سابسکرایب کن، زنگوله رو فشار بده که هر موقع ویدیو گذاشتم ازش مطلع بشی و برام کامنت بگذار چه موقع‌های خود بودن رو تجربه کردی و لذت بردی. الله یارت، خدا نگهدارت.